عوض نمیشه. اما تقدیر معلق مقید عوض میشه. او پیرگراتکوی گفتم که در اولی گفت انا مقید معلقش همو های. اگه مثالی اودیش یک جوان سفر دورم پیش پدر و مادر اومد دعاشو نگرفت یا پای شیرین خطی گفت یا دعا بته در حقش دعای خیر کردن خیس رفت اواری در غلطی این اواری تقدیری مطلق او را دیگه کده نمیشه حتما او می اومد اما همه جا در تقدیر مقیدش و یمحو الله و یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب همونجا خدای تعالی شرطا گذاشتگی همین بنده دعای پدرش میگیره میروه در همون مقصد که صدمه دچار میشوه یکون دستکش میشکنه یا یکون پاش میشکنه به همین خلاص مقصد که بلا نجات مییابه گفتی که پای اروسا عدل ایچه لیاخ که ایست بگم اما بامجا نوشتگی های دعای پدر و مادر را نمیگیره قطعی پدر و مادر دعوا و جنجاله میبردوره میروه او مطلق هید در همون اولی میغلطه میزنه ستن مهرش میشکنه عمرش کم زیاد نمیشه همون مقداری که خدای تعالی براش مطلق کرده است که او را میبینه نگه در بیشتری بیماری خوار و زار محتاج دستنگر عمر اگر خشک زرد زندگی خیزر کم است ورنه نو خشک زرد نیمی نفس بسیار است همون مقدار را میبینه اما با عذاب کلفت بینمی خواری و زیلت میبینه همین خاطر مقصد تقدیر مقید معلق عوض شونده های برای چی میگن که دعا عمری آدم دراز میکنه کاری خیر سببی و صدقه ردی بلا های میگن معنوش همی های انا بلاهایی که معلق مقید هستن در حیات خدای تعالی با واسطه همیو نصف نابودش میکنه خوفیه های این بزرگی کلام الله های بله کلام صفت خدا های نعوذ بالله صفت خدا رو مخلوق گفته میشه قرآن غیر مخلوق های اگر غرض از قرآن همون کلام الله باشه او غیر مخلوق های مخلوق چی های؟ مخلوق اونمو کاغذ های مخلوق اونمو رنگ های مخلوق اونمو حرف صوت های هندسی اما مقروع چیزی که قرائت میشه او نگی خود قرآن اصلی قرآن مضمون قرآن معنای قرآن و کلام الله های نعوذ بالله کسی اگر مخلوقش بگه همون که یک تعویل میکنن نباشه حکم به کفرش میکنن این عالم کسی صفت خدای تعالی رو مخلوق که گفت نعوذ بالله از دایره الاسلام خارج میشه نگی زمانی بود که متاسفانه همین کار همون مأمون رشید قریب که اجرا کرد این مکتوب نوشت و تمام والی ها و تمام امیرها گفت امر کنه تمام علما را خطیبا را از بالای منبر برویان مردم را بفهمونن که قرآن مخلوق های باری اول وقتی کردن یک مقدار همو چاپلوسا و همو چی بگم سبزی پاکنا کردن دیگرونه وقتی با خط رفت و پوچه را گفتن یک 20-25% گفتن دیگرونه گفتن این دفعه تاکید سخت‌تر شد گفت اگر به شرط کسی نگفت مجازات شد سخت مجازات کرد حتی در روایت اومده است گفت که دست و پاشا بسته با پیش من روی کنه من خودم کاوشم میکردم این بچه 300 سخته این جانمان قشری نیاز نشگری شوه که همین وقتی که گفتم همه گفت و استثنای دو کس یکیش امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی این همی شاگرد امام شافعی یکی از ائمه اهل سنت و الجماعه دیمش یک شاگرد همین شخصیت محمد ابن نوح میگن همین دو نفر گفتن قرآن کلام الله های مخلوق شده نمیتونه بعد مکتوب کردن که همین خیلی گفت که بگیره استنتاق شده همین مجلس های رنگ انکویزیسیا میکرد که در اروپا اونم خیلی کردن عالم های بسیار را جمع کردن بحث دختن که خواستن در سر شد دهین کنن که یورم مستحکم استودن رد کردن که ما نمیگیم قرآن مخلوق های نعوذ بالله کلام خدا رو مخلوق گفته نمیشه مأمون رشید در شهر رقه بود است این همین رقالی در سوریه اونجا یک لیتنی رزیدنسیا داشته است همونجا بود است
گفتن که همین کس با کلا را گرفتیست. گفت که در دستاشون رو بنده شکمکی دبوله شتر بور شکره سورشون نکنه تا شکمکی رنگی خلطه را بور میکنه که بگیره بیوره پیشی من بیوره. در همون حیلی بردن محمد ابن نوح مرد خدا رحمتش کنه. عذاب بسیار عذاب. اما چه دبوله شتر زنده بکن شتر دام تا میشینی تکیده میره. انا این احمد ابن حنبل به حد جانش در لبش اومدگی دو دیله شده است. چیکار کنم بگم نگم سیاستی شما بسیار سخته کن و خودش قیصه میکنه. میگه این طرف تشتیم که یک نفر اعرابی اومد همیتا پهلوم دراز شد. اکمان همیتا دبوله شتر میگه از سر و سری باید سر کرد. مگو یا امام چشمی تمام مسلمان ها طرفی تای به توجه مشته در سرت بگی زینهار نگوی که همه را از اسلام خارج میکنم. همه دهنی ترا نگه دارن. قدرت پروردگار شاید میگم یگون ملائکه بود به شکل صورت آدمی برای نمی تحکیم عقیدم اومد. انشالله میگه گفتم اگر پورم کنن که دیگه نمیگم میگه کفر. قدرت پروردگاری بزرگ ببینه که اوخی خداوند میگذاره که بندش این عذاب بتن. همین شهری را قدر رسیدن آوازه شد که مأمون رشید مرد. مأمون مرد. شو ای همونجا با عبرت نگرفتن آوردنش به بغداد. خیلی عذاب کشید. مدت 15 سال ده خیلی استنتاقش کردن، جبرش کردن، زدنش، گفتنش. نگه همین جوان مرد وری استقامت داشته است. نه مردی خدا. استقامت نمیداشت نموش در تاریخ میموند آخی. حضرت چه مخلوق میگو بدبخت؟ آخه معتزلیه. این معتزلی ها اهل عقلن. عقل در کار شرع نابیناست. عاقلی کاری با علی سیناست. شریعت به عقل فهمیده نمیشه. گفت چی بود؟ مادام که خداوند یا را کتابت کرده است، خداوند یا را خلق کرده است. نعوذ بالله. قرآن مقصد تورات انجیل پروردگار خلق کرده است. خلق کرده است مخلوق. ایتا عقلش نمیگه که خداوند ذات شما نمیدونیم چه خیلی ما پروردگار را به صفاتش میشناسیم. یکی همه صفاتای پروردگار که لا یزال های انا کلام الله های کلام الله غیر مخلوق میشود. اینطوری عقل فراست نبوده. این همه بعضی فیلسوفا هستن که اینطوری چه بگم به معنی و همه آرشینای دنیوی چین میکردگی این همه خیلی جاهلی ده غلطی دنده. و حضرت مولوی میگه که مقریه میخواند از روی کتاب ما اکم غورن زی چشمه بنده ما. یک قوری بچه قرآن خونده است. اویه آخری سوره تبارکه قل ارائیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بگو به این مردم که اگر خدای نکرده پگه آب تو خشک شوه آب نیاوه کی برای شما را آبی جاری پیدا میکنه؟ میگه فلسفی منطقی مستهان میگذشت از پیش مکتب آن زمان. همه وقت یک فلسفی از پیش مکتب میگذشته است. چون که بشنید آیت او از ناپسند گفت آرم آب را ما با کلن. که شنید آیت ها به یک تمسخر و استهزا هیچی گفت نگفت خش کشید با بل کلن میگیریم و سکواش اینا میکنیم آب میبروریم. ما با زخمی بل تیزی ای تبر آب را آریم از پستی زبر در کار زوا آب ای پایو با بولو را میکشیم. همطوری عقلا کمای یه نشید مطور میزنه میکشیم ای دریا میوریم. اوخه ای سرت مونا دریات خشک شوه چکن میکنی؟ هم دریا خشک شوه 3-4 سال نعوذ بالله خدا نگه بداره پای در پای خشک سالی شوه آبی دریا را خشک میشوه. اگر باران به کوهستان نبارد به سال دجله گردد خشک روده. او باران ای در کوهستان میباره که دریای دجله همیتا جوش زده میوید. اگر که نبارید اویسته پاک میشوه. میگه شب بخفت دید او یک شیر مرد زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد. اومد خواب کرد خونه شب در خوابش یک شیر خدا را دید. ولی در بعضی شرقا اومده است حضرت علی را در خوابش میبینه. میگم یک شپلاقش زد اما خواب ده هر دو چشمش کور شد. همین فیلسوفا گفت زین چشمه شقی با تبر نور برارد صادقی. بدبخت گفت آوا چیکار میکنی که همین دو چشم خود نور پیدا کرد. روز برجست ده چشمش کور دید. نوری فایز از ده چشمش ناپدید. سحر خیز که حقیقتا چشمش کور شده است.
و حضرت میگه گر بنالیدی و مستغفر شدی نوری رفته از کرم ظاهر شدی. اگر همیشه توبه میکرد به خدا رجوع میکرد خداوند به حد بزرگی که با همین را میبخشیده با همون چشمش روشن میکرد. لیک استغفار هم در دست نیست، نقل توبه مزد هر سرمست نیست، اما خدای بزرگ این را به هر کس نصیب نمیگردونه. زشتی اعمال و شومی جحود راه توبه بر دل او بسته بود. همین که گناه و جنایت کرده است که دل زنگار بسته است دیگه او توبه پذیر نیست تا که توبه نمیکنه. انا معمولا متاسفانه این بسیار زیرک بود است، زمانی بود که به حد زیرک بود، به عقل بود. همین عقل گرایش آیسته آیسته تکانش داد به سوی نمی فلسفه یونان، به سوی نمی معتزلی ها. همین عقل زیادی بعد نمیشه واقعی، بعد همین کچکوی های زیاد. این شریعت یا نعمت پروردگار ای که محروم شدی ای سرچشمه عقل گرو کشیدی عاقبت کارت با بزرگ بشه. نه باشه بسیار زیرک بودی. همین خطیر مقصد نمی قرآن نعوذ بالله مخلوق گفته، این فتنه را در سر مسلمان آورد. میگم دیر عبادت